همین یک سوال داشتم. همین بعضی ها اینجا میگن که مسکو وقتی بمب داد از آن 5:40 دقیقه میزند، از آن تا همینه خوردن جاییست. بعضی ها میگن که تا همین 7:30 وقتی بمب داد تمام میشه تا همینه خوردن ممکن. سهریه کدامش همینه باید کنیم استاد؟ یک میفهمونده؟ وقتی از آن برادر عزیز همون 5:40 که می نویسد کو همون وای وقتی برآمدن آفتاب است یا وقتی قامت، مثلا بعضی تقویم های بینید وقتی از آن می نویسد، بعد وقتی قامت می نویسد، بعد وقتی طلوع آفتاب می نویسد. یعنی بعضی آدم ها از دمیدن صبح تا غروب آفتاب گفته از برآمدن آفتاب میفهمند. نه، از برآمدن آفتاب نه روزه سرش، از دمیدن صبح. حالا آفتاب نبرآمده پیش اول روشنیش میبیاد، یعنی رشته سفید در افق پیدا میشه در طرف مشرق، یعنی رشته سفید. بعد امون رشته آهسته آهسته وسیع شده هم میگیرد، بالا میشد. بعد آفتاب میبرد، بعد تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقهش آفتاب میبرد. و کسی اگر بعدی از آن خورد، سحری کند، تمام خورد و روزه نداشته است و روزه حساب نمیشه. کسی اگر همیشه خطا کرده، مثلا ساعت خطا دید، ساعت 5:40 باید دهان میبست، لیکن او آدم 6:40 بست، مثلا ساعت خطا دید، ساعتش خطا بوده است مثلا، یا فکر کرد که حالی وقت هست گفته خورد و بعد از آن فهمید که در وقت بعدی از آن خورد است، این آدم همون روز روزش پوره میدارد و بعد رمضان یک روز قضایی داشته میدهد. اهمیت دهید برادران، این روزه یک رکنی اسلام است. انا علاکه یک روزش به ما گذشت، همین خیل یک میبینید که تمام عید شده است. علاکه غنیمت دانید برادران، اهمیت دهید، بی‌پروايی نکنید به احکام شریعت.